إن لم تكن حسینیا على طریق الشهاده فكن زینبیا. اگر در مسیر شهادت حسینی نیستید زینبی باشید. و خودش در مسیر شهادت قرار گرفت و شد شهیدی دیگر از جنین. فلسطینی‌ها در جنین و شهرهای دیگر دست از کار کشیدند و به خیابان‌ها آمدند. پس از آنکه خبر شهادت یکی از فرماندهان مقاومت و جنبش جهاد اسلامی فلسطین را شنیدند. همسر شهید جلوی منزل آمد و به مردم گفت فرزندان خضر عدنان با رژیم صهیونیستی کاری خواهند کرد که پدرشان هم موفق به آن نشد. چهره فرزندانم را به یاد بسپاری. رژیم اشغالگر از این فرزندان ضربه‌ای خواهد خورد که از خود خضر عدنان نخورد. سقط شهیدا. خضر عدنان آخرین اعتصاب غذایش 86 روز ادامه داشت. حدود یک دهه از 44 سال عمرش را در اسارت بود. او بود که نام جنبش مبارزه با شکم‌های خالی را بر سر زبان‌ها انداخت و 5 بار صهیونیست‌ها را مجبور کرد آزادش کنند. خضر عدنان از ابتدای زندگیش هرگز آرام ننشست. حدود 20 سال با صهیونیست‌ها مبارزه کرد و 14 بار او را اسیر کردند. در این مدت 6 بار اعتصاب غذا کرد، 5 بار با سربلندی از اسارت آزاد شد و بار آخر هم به شهادت رسید. انه ينتمي لبلده عرابه. شیخ خضر عدنان اهل روستای عرابه جنین بود، جایی که به علت حمایت از انقلاب اسلامی ایران و محبت اهل بیت به قوم کوچک معروف است. صهیونیست‌ها می‌خواستند صدای یکی از مبارزان این منطقه را خاموش کنند. لم يستطع الاحتلال تحمل صوته. اشغالگران نمی‌توانستند صدایش را تحمل کنند و تصمیم گرفتند آن را برای همیشه خاموش کنند. اما از امروز صدای او بلندتر خواهد بود. او الگوی مبارزه با اشغالگران شده است. مقاومت فلسطین اعلام کرده جنایت صهیونیست‌ها را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت تا از شخصیت‌های دیگر فلسطینی حمایت کند. المطلوب باید زمین‌ها را زیر پای صهیونیست‌ها به آتش بکشیم. خضر عدنان به میان ما برنمیگردد، ولی پاسخ مقاومت جان اسرای دیگر فلسطینی را حفظ و از فرماندهان دیگر در برابر ترور حفاظت خواهد کرد. بعد استشهاد در پی شهادت خضر عدنان، جنبش جهاد اسلامی فلسطین از همه مبارزان فلسطینی در کرانه باختری خواست علیه اشغالگران دست به اعتصاب جامع بزنند. این جنبش رژیم اشغالگر را به پاسخی سخت و دردناک وعده داد. خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.